बचा था काला चोर ले गया نه ماه قبل دهلی نو هندوستان. بفرمایید داخل، در بازه. عجب نمایشی اجرا کردی عوضی. از بنده نوازید ممنونم عوضی. عالی بود آقای رومئو. گاهی وقتا حس نمی کنی غیر از پول شمردن استعداد دیگه هم داری؟ خیلی ممنون. بالاخره یه چیزی تو من دیدی. رومئو و جولیت میخواین بریم؟ مهمونی داره دیر میشه. 5 دقیقه دیگه. मेरे ख्याल से 2 महीने से ज्यादा ही हो गए पूछते हुए। कल चले फिल्म देखने? हॉल में तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगा। तो फिर किसका हाथ पकड़ोगे? ماما نخوابیدی؟ گفته بودم که دیر میام. چرا بیدار موندی؟ मेरी प्यारी प्यारी अम्मी। ड्रामा बंद कर। खाना खा के आया? अम्मी तेरी बासी जली हुई रोटी छोड़ के खड़ा हो। खड़ा हो। اینقدر تکون نخور. مامان خودت غذا خوردی؟ تا حالا بدون تو چیزی خوردم؟ برای منم گرم کن. بعدی بعدم میبینم. ببینم تو از کجا وقت گیر میاری که بری تئاتر بازی کنی؟ مادر شما رو صدا میزنن. بفرما. یه لیوان چایی به من بده. آخ مرخصی که خواسته بودی چی شد؟ میبینی که فعلا قوریه چایی دستمه. آقای شرما دست بالا. تکون نخوری. هی تو کلیدا کجاست؟ ما فقط کلیدا رو میخوایم. دست از ما خطا کلیدا کجاست؟ جواب بده. مگه کری؟ گفتم کلیدا کجاست؟ جواب بده عوضی. مگه با تو جواب بده. نکنه نمیدونی. مگه از تفنگ نمیترسی؟ ببر بالا. نمیشنوی؟ مگه بالا. ای فکر کنم یکی هم کره. جواب بده. کلیدا کجاست؟ با شما نمیخواین حرف بزنین نه؟ برام زنگ بزن پلیس. سوختم. ولم کن. پس چرا ماتت برده؟ از راهول به ویس، از راهول به ویس. هدف در اختیار ماست. تکرار میکنم هدف رو داریم. منتقلش میکنیم. تمام. رومئو اسم اصلی رحمت الله علیه، پسر بازپرس ارشد. سرگرد گلریزلی در جنگ 1950 به شهادت رسیدن.
بین عوامل پیروزی جنگ پدرت بزرگترین قهرمان بود. تو برای پیروز شدنت میخواستی که به ارتش ملحق بشی، اما مادرت بعد از مرگ پدرت جلوی تو رو گرفت. تبریک میگم. آزمون نهایی قبول شدی. شرکانت رای، مدیر محقق و تحلیلگر عملیات. ما برای سازمان امنیت ملی هند کار میکنیم. شما همه اینا؟ من میخواستم تو رو واسه همچین چیزی آماده کنم که میتونه آینده هندو تغییر بده. میخوام که به کشورت خدمت کنی. به سرویس مخفی ملحق شو. میدونم که این تصمیم برای تو راحت نیست. مادرت همه چیز توه، اون دلیل زندگی کردنته. اما این حقیقت وجود داره که خون سرگرد گلریز علی توی رگ‌های تو جریان داره. کسی که از این کشور محافظت میکرد. رومئو، این کشور امروز به تو احتیاج داره. چیه؟ امروز ورزش زودتر تموم شد. آره مامان. ما در شرف جنگ با پاکستانیم. برد و باخت ما توی جنگ فقط به یه چیز بستگی داره: اطلاعات. که چه نقشه‌ای رو کی و کجا میخوان اجرا کنن. کار تو اینه که این اطلاعات رو به ما برسونی. دفتر مرکزی سازمان اطلاعات هند، دهلی نو. به خانواده خوش اومدی. این پرکاربردترین وسیله برای توه، وسیله مخابره اطلاعات بدون سیم روسی. اینجا برای من خیلی خسته. یکی توی مغول‌آباد و یکی هم اینجا. حالا چیزی رو که من میبینم تو هم واقعا میبینی؟
مغزت برای هر قفلی باید یک کلید داشته باشه. باید سعی کنی با یه بار نگاه کردن همه چیزو حفظ کنی. از بچگیت برام بیشتر بگو. من و بابام، من فکر کنم شما بیشتر از خودم راجع به بچگیم اطلاعات دارید. چی باید بگم؟ بابا علاقه زیادی به رادیو داشت و مامان چیزی دیدی؟ فیات سفید DNB 7172 تا الان 2 بار رد شده. خوبه. دفتر نخست وزیری، دهلی نو. روزت بخیر ریحانه. روز بخیر. هفته پیش مقالت رو خوندم درباره جنگ ویتنام. خیلی عالی بود. خیلی ممنونم. راستش هیچ وقت فکر نمی کردم کارای منو دنبال کنید. باید دنبال کنم. شما قدرت اینو دارید که به ذهنات جهت بدید. چی شده صبح به این زودی اینجایی؟ خانم مصاحبه دارن. خوبه، امروز سر حال. بله حالشون خوبه. بعداً میبینم. فعلا. یه مأمور ساده رو برای کار اطلاعاتی در نظر دارید؟ یعنی به نظرتون این کار درسته؟ جلو صرفی گاهی اوقات برای انجام مأموریت‌های بزرگ باید این مقدار ریسک کرد. اما به چه قیمتی؟ شما دارید مسائل شخصی و وارد این پروژه میکنید. چرا؟ متوجه نمیشم. خیلی خوب، من دارم امضاش میکنم. چون شما از قبل تاییدیه خانمو گرفتین، اما اینو یادداشت میکنم. تمام مسئولیت این پروژه فقط و فقط به عهده خود شماست. ممنون. من از افسرهای ارتش انگلیس بودم. بعد از استقلال ارتش هندی گروه تشکیل داد. رومئو، ما از دسته اون آدمای خوششانسیم که فرصتی رو گیر آوردیم تا به این کشور خدمت کنیم. همیشه از این فرصت استفاده کن. قراره به یه مأموریت مخفی فرستاده شی، جایی که باید همیشه یادت بمونه که تمام مدت تحت نظری. اگه یه وقت بهت گفتم که چایت سرد شده، در واقع منظورم اینه که نیازی نیست این چایی رو بخوری. کسی حرفشو مستقیم به تو نمیزنه. تو باید منظورشو متوجه بشی و درکش کنی. اگه متوجهش نشم؟ همیشه به غریزت اعتماد کن. اینطوری راه درست برای رسیدن به هدفت راحت تر پیدا میکنی. منم تو هر قدم کنارت هستم. موفق باشی. نوار مرکزی کتلی، پاکستان.
برگه شناسایی. برگه شناسایی. فکر کردی با یه کاغذ میتونی هویتتو پنهان کنی؟ هندیا مشخصن. ببریدش بیرون. خوب بگردینش. برگه شناسایی. رومئو دیگه وجود نداره. از این به بعد اون اسم وجود خارجی نداره. هویت جدید تو اکبر ملکه. اکبر یه پاکستانی اهل کشمیره. 8 سال پیش موقع عبور از مرز مادر و پدرش کشته شدن. از هند و ارتش هند متنفره. اکبر توی هتل پاکستان معاون مدیره. یه شخصیت مهم از کراچی برای انجام کاری قراره بیاد و در این هتل اقامت کنه. اسحاق آفریدی، یکی از تامین کننده های مهم تسلیحات ارتش پاکستان، آدم خاص رئیس ارتش پاکستان و کلید گاف صندوق تو. ممنونم جناب اکبر ملک. سلام.
حمله اسحاق آفریدی در طی 4 ماه گذشته. بر اساس گزارشات مشخص شده که مسئول این حملات تنها یک شخصه، تنها پسر اسحاق آفریدی، نواب آفریدی. این چیه؟ انگشتات چطوری بریده شدن؟ راستش کایت بازی خیلی دوست دارم. داشتم کایت بقیه رم هوا میکردم که انگشتم اتفاقا منم خیلی دوست دارم کایت بازی کنم. فرصت اگر شد حتما بازی میکنیم. بعد میبینیم که این آسمون مال کدوم یک از ماست. حتما انشالله. قربان باید منو ببخشید، وقت سرویس دهی آشپزخونه تمومه. در واقع مواد غذاییشون تموم شده. خیلی خوب، اشکالی نداره. جناب آفریدی اگه ناراحت نمیشید من برم براتون غذا بگیرم. میخوای از کجا بگیری؟ همین نزدیکی ها. تو کوچه رسول یه عمویی مغازه داره و غذای اون. آره آفرین. جاسوس که نیستی، میدونی من به سختی به آدم ها اعتماد میکنم، ولی به تو مطمئنم. گفتی معاون این هتلی؟ بله آقای آفریدی، من اون بالا زندگی میکنم. نزدیک مرز هستی؟ بله، آخه پدرم تو همین زمین کار میکرد. در هندوستان؟ هندوستان نه، تو کشمیر. این هندوستان ما را از خونمون جدا کرد. والدینت مردن؟ 8 سال پیش. متاسفم. خدا اونا را بیامرزه. بدو بیا سیب دارم. سیب دارم. سیب. سیب بخر داداش. سیب بخر. سیبای خوشمزه دارم. سیبای مرغوب دارم. سیب دارم. آی سیب. سیبای درختی خوشمزه. جناب آفریدی حالتون خوبه؟ وضعیت خطرناکه، اونا تا اینجا هم رسیدن. تا کی باید سکوت کنیم؟ خدا را شکر حالت خوبه. بیمارستان دولتی بهتر ازت مراقبت میکنه، حتی پلیس هم نمیذاره که کسی بیاد داخل. از کارکنان هتل شنیدم که قبل از این اتفاق از کارت استعفا داده بودی. جیتر صادق میخواست یه هتل دیگه باز کنه. میخواست منو بفرسته خارج از کشور، ولی من نمیتونم از پاکستان جدا بشم.
نظرت چیه که برای من کار کنی در کراچی؟ روشن کردن سیگارم یه علامته، یعنی اسحاق آفریدی داره میاد سمت شما. کراچی، پاکستان. بعد از رسیدن به کراچی قبل از هر چیز باید به دیدن یه نفر بری. به اسم جوکر معروفه. این یه اسم نیست، یه جایگاه. اون سردسته شبکه اطلاعاتی داخل پاکستانه. اینکه کار اصلی جوکر چیه رو فقط من میدونم. اکبر ملک، تا 5 دقیقه دیگه بیا بازار قریشی. این بسته سیگار برای افراد ضروریه. فقط موقعی ازش استفاده کن که پوششت در خطره یا با مقامات بالا ملاقات داری. برای حفاظت از شبکه اطلاعاتی من باید این ملاقات مخفی بمونه. تمام قدم‌های بعدی تو توی جعبه سیگار موجوده. این اولین و آخرین ملاقات ماست. میتونم اسمتو بدونم؟ یه نصیحت بهت میکنم، هر فکری که به ذهنت میاد سریع نیارش روی زبونت. اینطوری بهتر زندگی میکنی. خداحافظ. این سیبا چنده؟ کیلویی 8 روپیه. خیلی خب 1 کیلو بده. داداش اکبر، اسم من از کجا میدونی؟ چرا تعقیبم میکنی؟ به من گفتن دنبالت باشم تو کسی دیگه ای بعد از ملاقات با جوکر تو رو تحت نظر نداشته باشه. تو مدثری؟ آره، من وقت برگشت مدثرم خدمتکارت. خدا خیرت بده، داشتم خفه می شدم. بفرمایین. بفرمایین،
این دفتر شماست. تو راجع به جوکر چه میدونی؟ هرچی کمتر راجع به اون آدم بدونید برای سلامتیتون خیلی بهتره. بفرمایید. اینجا دفتر شماست. اینم دستگاه انتقال اطلاعاتتون. بفرمایید. اینو بگیرید، نگهش دارید. برای حفاظت از خودتونه. خدا نکنه که روزی مجبور بشید استفاده کنید. بیا داخل. جوکر پیام فرستاده. اسبا آماده مسابقه. گرفتمت. بیا بشین. به لطف خدا قراره یه معامله خیلی بزرگ انجام بدیم. یه قرارداد خیلی مهم بهمون پیشنهاد شده. برای همین باید تا 7 روز آینده به پاکستان شرقی برسم. باقی جزئیات داخل اینه. خوبه. تسلیحات به پاکستان شرقی تحویل داده خواهد شد.
بگو ببینم همچین قراردادی چجوری انقدر راحت به دست آفریدی میرسه؟ فکر کردی برای اونا سخته؟ رئیس ارتش پاکستان یعنی ژنرال جهانگیر عالم، اون تو هر معامله اسحاق آفریدی دست داره. اونا با هم همکارن. از روابط بین اینا بیشتر از همه 2 نفر ضرر میکنن. یکی پسر آقای آفریدی یعنی نواب آفریدی و بعدی توی پاکستانه یعنی ژنرال قاضی علی. در حال حاضر 2 تا مقام ارشد هست، رئیس بخش اطلاعات پاکستان و رئیس ارتش. این 2 تا با هم دوست شدن و هر 2 تا در تلاشن که ببینن کی میتونن جای رئیس ارتش و اسحاق آفریدی رو تصاحب کنن. رئیس؟ بله. اکبر پیغام داده یه محموله بزرگ اسلحه قراره تحویل داده بشه. باید به واحد اطلاعات هم خبر بدین. در 23 فوریه تو پاکستان شرقی از 2 نفر پاکستانی اطلاعاتی به دست آوردیم. به نظر میاد که پاکستان داره آماده جنگ میشه. همه چیز زیادی واضحه. نقشش یه چیز دیگه است. جاوید مراقب باش. داداش شفاق، این نیروهای ارتشی تو دفتر ما سربازای ژنرال جهانگیرن. ژنرال اینجا؟ اینجان تا چیزی کم نباشه. بیبی شما برو بیرون رو تمیز کن. آقای صدیقی، من با اجازهتون جناب آفریدی، من دارم با آقای صدیقی حرف میزنم. باشه برای بعد. آقای صدیقی بعدم باهاتون صحبت میکنم. با اجازه. بفرمایید قربان. چند ساعت بعد. خیلی ممنونم.
آجیل تازه دارم، آجیل مرغوب و تازه، توش پسته هم داره. ببرم یه بسته بده داداش. بفرما داداش، آجیل تازه. آجیل تازه بیا، آجیل تازه دارم. در روز سالگرد هندوستان، جایی که گوتام بودا متولد شده، دوم اکتبر نزدیک نپال. پیغام جوکر رسیده. اکبر میخواد منو ببینه. طبق آخرین اخبار رسیده در بدلیپور هزاران نفر در حال دیدن آموزش نظامی هستند. مردم عادی اسلحه به دست گرفتن و خواستار آزادی پاکستان شرقی شدن. نپال، فرودگاه هندوستان. هوای بیرون بدجوری طوفانیه. تو این هوای طوفانی هم یه همسفر لازمه. دلیل خاصی برای ملاقات من داشتی؟ مادرم. اگه فردا اتفاقی بیفته باید قول بدی از مادرم مراقبت کنی. باشه، بهت قول میدم که همیشه مراقب مادرت خواهم بود. همه چیز زیادی واضحه. قرار وضعیت پاکستان شرقی بدتر هم بشه. ارتش هند بدلیپور و اطرافشو به صورت کامل در اختیار گرفته. داره توی بدلیپور به مهاجران آموزش میده. متاسفانه باید بگم که هندوستان برای مقابله با ما توی این جنگ از طریق بدلیپور خودش رو وارد مسئله پاکستان شرقی کرده. در کنار رودخانه مرزی بدلیپور یه روستای کوچیک هست که راه تأمین مهمات شده. جناب آفریدی، وقتی کارد به استخون برسه باید اون عضو رو قطع کرد. ما برای تموم کردن کار بدلیپور از قدرت غرب استفاده می کنیم. به این ترتیب در پایگاه هوایی عبدالآباد ناغافل به دشمن حمله می کنیم. در این صورت اونها به طور کامل متوقف میشن. با این کار بدون جنگ و خونریزی دشمن رو در نطفه خفه می کنیم. ما روی همه نقشه ها و برنامه ها تحقیق کردیم. اونها حتی اگه بخوان هم نمیتونن کاری انجام بدن. بعید میدونم استراتژی ما شکست بخوره. ما قطعاً پیروز میدان خواهیم بود. ما باور داریم بعد از انجام این عملیات هیچ اثری از دولت پاکستان یا ارتش پاکستان باقی نخواهد موند. من از شما میخوام که برای انجام این عملیات همراه ما باشید و به ما کمک کنید. ما هواپیمای داکوتایی، بمب‌های انفجاری
و یه خلبان غیر پاکستانی لازم داریم. باید یادآوری کنم که عملیات بدلی پور خیلی مهم و فوق سریه. زمان شروع عملیات ساعت 11 شب 20 نوامبر، یعنی شب دیوالی هندوستان عملیات انجام میشه. قراره تو این شب یه قوقای اساسی بپا کنیم. یعنی اون قراردادهای ارتش و دوستی اونا تمامش یه ردگم کنی بوده، درست نمیگم؟ تمام حواس ما به روستاها بود، ولی اون غربیا داشتن نقشه تخریب رو میکشیدن. حرکت هوشمندانه ایه رئیس. بله. آدمای بیگناه زیادی کشته میشن. تعداد ارتشیای ما اونجا بیشتر از مردم عادیه. این مثل حمله به خودمونه. تقریبا، ولی نه کاملا. از لحاظ فنی این زمین متعلق به اوناست و تو میدونی که ما جنگو ریحانه کاظمی، کار فوریه. نقشه اینه که حواس دنیا رو به این سمت جلب کنیم. بهتر 20 نوامبر یه کنفرانس خبری بذارید. 2 روز قبل از دیوالی. عالیه. سلام ریحانه، نظرت راجع به چیه؟ نه اینجا نه، یه مقدار خصوصی تر باشه بهتره. ریحانه، میخوام بزرگترین داستان توی حرفه کاری تو بهت بدم. اتفاقی که 3 روز پیش توی دانشگاه اتکار افتاد. 25 دانشجو به دست یه سرباز پاکستانی کشته شدن. توی این فایل تمام جزئیات اومده. میتونم ببینم؟ حتما. این اولین داستانیه که از پاکستان شرقی خارج میشه. این خبر مهمیه. این برای تمام دنیا جذابه. بذارید روش کار کنم آقای شریکانت. ریحانه، میخوام که این خبر رو 2 روز قبل از دیوالی چاپ کنین، نه یه روز دیرتر نه یه روز زودتر. زمانش خیلی حیاتیه. نهایت سعیتو بکن. حتما. خیالیتون راحت، روش کار میکنم. ممنون آقای شریکانت. خواهش میکنم. حواستی؟ با انتشار این خبر تمام حواس دنیا به سمت پاکستان جلب میشه. شبکه 5، BBC همه این خبر رو پوشش میدن. پاکستان تحت فشار رسانه‌ها قرار میگیره. با این وجود حتی اگه اتفاقی برای اهالی بدلی پور یا هندوستانیا بیفته، براشون یه آبروریزی دیپلماتیک به وجود میاره. و برای جلوگیری از این آبروریزی فقط یه راه براشون میمونه: توقف حمله به بدلی پور. بعد از خبر در مجمع اتحادیه حرفای زیادی برای گفتن دارن. باید به این آتش سوخت اضافه کنیم. بله رئیس. مادر اکبر ملک، تو باید همراه ما بیای.
خوش اومدی داداش اکبر، خوش اومدی. قبل از هر چیزی ازت معذرت میخوام که اینطوری آوردمت اینجا، ولی حقیقتش اینه که من بی صبرانه منتظر دیدارت بودم. من نواب آفریدی ام. بفرما بشین. اشکالی نداره جناب نواب، به این بهونه ملاقاتتون کردم. شما لطف دارید. تو انقدر قلب بابای منو مال خودت کردی که اون کاملا منو فراموش کرده. خیالتون راحت باشه، من اصلا قصد ندارم که بگم دیگه نباید باهاش کار کنین. فقط این که ازتون میخوام جزئیات قرارداداش و ملاقات‌های شخصیشو با من در میون بذارین. و در عوض من هر چی بخواید بهتون میدم. جناب نواب، فروختن اعتمادی که یکی به من داره تو ذات من نیست. هر طور که خودت صلاح میدونی، ولی هیچ کسی نباید از اومدن شما به اینجا خبردار بشه، وگرنه قسم میخورم که حتما انتقام میگیریم. خداحافظ. خداحافظ. جناب نواب، این پاکت فراموش کردی. خیلی ممنون. در واقع میخواستم اینو به اتاق 117 بدم. اگه شما بدید ممنونتون میشم. باشه قربان، حتما. و راستی فردا حتما تشریف بیارید. یه مهمونی کوچیک گرفتم، خونه شخصی خودم. چشم. حرکت کن داداش رحمت. الو؟ بله قربان. بله فردا میام. فردا میبینمتون همون جای سابق. بله خداحافظ. اینو جناب نواب آفریدی برای شما فرستادن. ممنونم. خداحافظ. नवाब साहब, आप ही की इन्विटेशन पे यहाँ आई हैं। She is the second secretary of the economic wing, Miss Shraddha Sharma. کار کردن تو بانک فقط من بودم. من از قبل تو رو زیر نظر. عادیه. همه دیپلمات‌های هندی باید تحت نظر باشن. هدفت از اومدن به اینجا چیه؟ خودت گفتی یه همسفر احتیاج داری. لحظه لحظه بدله ہے سارا جهان सच्चा है झूठा है कैसा है कौन यहाँ दिखते हैं कुछ और दुनिया में होते हैं कुछ बहता है दरिया ठहरता मुसाफिर कहाँ باید همچنان حواست به اسحاق آفریدی باشه. ارتش پاکستان و سازمان جاسوسیشون با من حواسم به هر حرکت اونا هست. باید جلوی عملیات بدلی پور رو بگیریم.
جناب رومئو، منم قبول دارم. حکومت شما کار درستی کرد که شما رو فرستاد اینجا. منو بی خیال، از خودت بگو. چرا یه پاکستانی این کارا رو برای هندوستانی میکنه؟ مگه چی کار میکنم؟ دارم کشورمو از دست احمقا نجات میدم. در واقع ما لاهوری عقلمون ناقصه. لب مرز توی خونم نوشیدنی درست میکردم که دولت دستگیرم کرد. از اون زمان به بعد هرچی جوکر بگه انجام میدم. تا حالا نخواستی که این وضعیت رو تمومش کنی؟ چرا؟ بهش فکر کردم. در واقع اگه اونا حتی یه ذره احساس کنن که به کارشون نمیام، با یه تیر کارمو تموم میکنن. و من اینو نمیتونم توی این دنیا تنها بذارم و برم. امشب چی نخوردی؟ میرم یه چیزی بیارم. لباستو گذاشتم روی تخت. این ازت مراقبت میکنه. مامان پیرتو فراموش نکن. تو تنها پسرمی. مامان، تا حالا فکر کردی که بری و بازیگر بشی؟ چه حرفا میزنم تا. باید اینو ببینید قربان. چی هست؟ گوش کنید. الو؟ بله حواستون به تک تک جزئیات باشه. بله من فردا میام. فردا میبینمتون. اینو جناب نواب همینه قربان. آره درسته. یه لحظه صبر کن. عادل. بله قربان. اینجا رو یه بار دیگه پخشش کن ببینم. بشین. تو؟ نگهش دار. الو؟ این خانم کیه؟ ایشون شردا شرما هستن. یه دیپلمات هندی هن. کی اومده؟ 2 شب پیش اولین باره میاد. پخشش کن. بله من فردا میام. فردا میبینمتون. تو؟ این قسمتش رو دوباره پخش کن. تو؟ این شخص این خانم از قبل میشناخت. الو؟ بله. ممنونم. من نمیخورم. جناب آفریدی، من دیروز نوابو دیدی و اون احمق میخواسته تو رو بخره. اون از اولش هم مرد نبود اکبر، ولی آره اون خودشو قدرتمند فرض کرده، فکر کرده مرد شده. شما؟ من پدرشم اکبر. من تو رو یه طور دیگه ای میبینم، همون طوری که میخواستم پسرم رو ببینم.
سلام جناب نواب. به به جناب خان، خیلی خوش اومدین. بفرمایید بشینین. اقبال لطفاً 2 تا لیوان چای بیار. جناب نواب، دیروز توی هتل شما کسی رو برای رسوندن نامه فرستادی؟ آره درسته. اکبر ملک. چطور مگه؟ من میخوام یک کار بسیار مهمی رو بهت بسپارم اکبر. 1 هواپیمای داکوتایی، بمب‌های انفجاری و یک خلبان غیر پاکستانی. اینا باید قبل از 20 نوامبر برای عملیات بسیار بسیار مهم آماده باشن. چشم. دفتر ژنرال قاضی علی حیات. اکبر ملک، یه پاکستانی کشمیری، اون توی کراچی در دفتر آقای آفریدی کار میکنه. تو این 3 ماه نحوه عمل کردش به شکلی بوده که الان از عوامل رد بالا به حساب میاد. خان، همه این چیزایی که داری میگی ممکنه فقط شک تو ولی باشه. قربان، وقتی کسی انقدر با سرعت پیشرفت میکنه حتما یه جای کارش میلنگه. من فقط میخوام که تحت نظارت شدید باشه. به هم اجازه بدید. میدونی که به خاطرش باید از مقامات اجازه بگیرم. این آدم از افراد خاص اسحاق آفریدیه. ژنرال جهانگیر و اسحاق آفریدی دوستای نزدیک هستن. این کار راحتی نیست. قربان خواهش میکنم بیشتر توجه کنیم. توی 3 ماه، فقط در عرض 3 ماه شده دست راست اسحاق آفریدی. باشه، فقط تحت نظارت الکترونیکی باشه، نه شخصی. مراقب باشید. کسی دیگه ای نباید خبردار بشه. بله قربان. ناتش. بله قربان. توی ساختمون آفریدی دستگاه تشخیص فرکانس بالا کار بذار. ضمناً تلفن اکبر ملک هم شنود بشه. خیلی فوری. چشم قربان. نه اونجا نه، بذاریدش کنار در. اکبر، ما نمیتونیم همدیگر رو اینجا ببینیم. خودت که من باید میدونی. برای عملیات بدلی پور یه سری مهمات اساسی رو فراهم کنم. کارت خوب بود. چه لزومی داشت که انقدر ریسک کنی؟ میتونستی برام بفرستیشون. از نزدیک دیدن بعضی از آدم‌ها حس متفاوتی داره. اینا آماده است خانم. بله الان میام. باید برم. رومئو علی اسمش همین بود نه؟ بله. این مأمور شما کارشو خوب انجام داده. تو عملیات بدلی پور عالی بود. ولی با این پیشرفتی که ازش میبینم احساس میکنم که نقشش تو عملیات مهم شده. دقیقاً. میتونیم بهش اعتماد کنیم؟ در واقع اون خودش مسلمونه و شما میدونید که این روزا مسلمانای زیادی تو هندوستان هستن جناب که سروی، اون فقط برای من یه هندوستانی نیست، یا حتی یه مسلمان. هر طور میخواید فکر کنید. اما یه سوال، اون چی فکر میکنه؟ خواهیم دید. سلام. من خیلی وقت منتظرم. بفرمایید داخل. بفرمایید. دیبا موویز. این زیادی خطا داره. باید درستش کنید. سلام. و علیکم السلام. اینا نیاز به تایید دارن. کار خلبان هواپیما انجام شده. برای نشون دادن وطن پرستی پول اهمیتی نداره. یه موضوع مهم اکبر. تاریخ عملیات تغییر کرده. این یه تغییر استراتژیکه برای دوری از چشم جاسوسان. حالا دیگه هواپیماها به جای 20 باید صبح 19 در فرودگاه عبدالآباد بشینن. چشم. ساعت 8 شده.
نواب نارینده را حتما متوجه شده. انفجار در شب 19 بر اساس نقشه مقامات رسانه ها خبر ما رو روز 20 منتشر میکنن، ولی اگه اینا قبلش کار خودشون انجام بدن یعنی تمام نقشه هامون یه نفوذی داریم. تمام اطلاعاتمون درس کرده. برای همین به جای 20 قرار 19 عملیات انجام بشه. اما رئیس، در رابطه با نقشه رسانه‌ای ما یه نفر دیگه هم خبر داره. ببخشید؟ امنیت ملی. متوجه نشدم. به دستور کی؟ وزارت خونه. شما بازداشتید خانم. عجب بارونیه. خیلی عجیبه. هنه عجیبه. جای دیگه هم هستن که توی این فصل بارون شدیدتری دارن. رئیس، ریحانه کاظمی. عباسی، سریع برای من با دفتر شرق یه قرار ملاقات بذار. کلکته؟ آره. راجب داستان رسانه‌ای چی؟ ریحانه کاظمی؟ خیالشو. پاکستان شرقی نمیتونه هیچ کاری انجام بده و چیزی که ما نقششو کشیدیم باید کاملا خلاف اون نقشه عمل کنیم. بذار اون خبر از طرف پاکستان شرقی منتشر شه. باشه رئیس. کار بعدی چیه؟ هیچی. میذاریم فکر کنن که اونا دارن برنده میشه. ملاقات یهویی این وقت شب؟ از مقامات خبر رسیده همه نقشه ها برای عملیات بدلی پور باید متوقف بشن. اما میدونم فقط 5 روز تا عملیات بدلی پور مونده، اما مقام ارشد خیلی واضح. میدونم. امشب برام خیلی مهمه. تولد مامانمه. هیچ چیزی درست پیش نمیره. اگه پاکستان متوجه کارای من بشه نباید برای تو اتفاق بدی بیفته. اصلا دلم اینا نمیخواد. دفتر مرکزی وزارت اطلاعات پاکستان، کراچی.
قربان. خب مختصات 34 درجه شمالی، 67 درجه شرقی. بیا. بیا تو. قربان، دیشب ساعت 8 شب دستگاه سیگنالای قوی رو دریافت کرده. یه پیام برای هندوستان فرستاده شده. موقعیتشو پیدا کنید. انجام شد قربان. پیام از لیاقت آباد ارسال شده. سلام قربان. لیاقت آباد. اکبر ملک اونجا زندگی میکنه. من که دروغ نمیگم خواهر، این پرتقالا رو همین امروز از بازار گرفتم. همشون تازه است، میبینی که. خانم، این برای شما اومده. قربان. بله. تلفن دفتر اکبر داره زنگ میخوره. تلفن از کجاست؟ بیرون از سفارت هندوستان. گوشیو بردار. بردار دیگه. راستی داداش، امضای شما رو میخواد، لطفاً تاییدش کنید. اینجا؟ بله. متشکرم. ممنون. الو؟ فرمانده جواب بده. فرمانده؟ چی شده عادل؟ یکی داره رفتن شما رو به اکبر اطلاع میده. نزدیک سفارت هندوستان، دقیقاً بیرون سفارت. میریم سفارت هند. نیروهای اطلاعاتی دارن میرن سمت لیاقت آباد. اکبر ملک خونه تشریف ندارن. قربان صبر کنید. اونجا. آخه اونجا رم بگرد. قربان چی کار میکنین؟ اون اتاقم بگردید. قضیه چی آخه؟ آخه دنبال چی هستین؟
को शहनाज अख्तरी का नमस्कार। आइए छाया गीत में ایشون به دیدن فیلم و موسیقی هندوستان علاقه دارن. واقعا؟ بله. सजाएं। ये सारी खूबसूरत बातें प्यार करने برو کنار. समा जाती हैं। जब भी कोई कली खिलती है तो लगता है उसने अपने दिल की बातें ज़माने के सामने رئیس؟ جوکر پیام فرستاده. پای اسب شکسته. باید کارشو تمام کنی. اکبر ملک بیا بشین. چراغ رو روشن کن. باید بدونی این چیه، نه؟ تست دروغ سنجی، دستگاه تشخیص دروغ، مگه نه؟ بذار ببینم چطوری کار میکنه. دست من چند تا انگشت داره؟ 5 تا. اون یکی دستم چی؟ 5 تا. خودتو معرفی کن. اسمت چیه؟ اسم واقعیت. بهم بگو اسمت چیه؟ اکبر ملک. تو برای اولین بار شرادا شرما رو توی هندوستان دیدی؟ نه. تو یه جاسوس هندی هستی؟ نه. تو با دهلی در ارتباط هستی؟ نه. ببینم تو با دهلی در ارتباط هستی؟ نه. नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए
نه قربان، تا حالا که هیچی، ولی همه چیزو میگه. فقط بهم فرصت بده. نمیتونی از بازجویی درجه 3 استفاده کنی. نکنه از قوانین خبر نداری. قربان، من مطمئنم این آدم باید منتظر وقت مناسب باشی. آزادش کن. بدن ما نسبت به حقیقت و دروغ دو نوع متفاوت واکنش نشون میده. وقتی دروغ میگیم استرسمون زیاد میشه و گیر میافتیم. برای شکست دادن این دستگاه یک راه وجود داره: درد. دست من چند تا انگشت داره؟ با درد تنش بدن زیاد میشه. گفتن حقیقت یا دروغ فرقی نمیکنه. اون وقتی که ماشین درست کار نمیکنه. آقا نگران زخماتون نباشین، زود خوب میشن. به هر حال آقای خان سریع بی خیال نمیشه، ولی جوکر الان برای شما خطرناکتره، چون اون میدونه که شما تحت نظارت وزارت اطلاعاتید. من با دهلی تماس میگیرم. که چی بشه؟ اونا به خاطر یه نفر تمام شبکه رو به خطر نمیندازن. شما در حال حاضر فقط یه راه فرار داری: اسحاق آفریدی. دیگه نمیذارم همچین اتفاقی برات بیفته. دیگه نمیذارم. ستاد کل ارتش پاکستان، کراچی. اکبر یه وطن پرسته، یه فرشته که حاضر جون خودشو برای نجات بقیه به خطر بندازه. چه کارا که با اون نکردن، شکنجه هایی که در حد جاسوساست. چه کسی پشت این قضایاه؟ جناب ژنرال، وقتی ازش حرف میزنم قلبم آتیش میگیره. بچه من، کسی که از خون خودمه، نواب و اکبر بیگناه به خاطر شک یادم نادرست از طرف آقای قاضی اذیت شده. منظور؟ اکبر آدم خاص منه. اونا با دوست من و شما کار خیلی بدی کردن آقا. قاضی؟ درود بر شما قربان. ببینم شما به چه جرأتی بدون اجازه گرفتن از من داری از مظنونت بازجویی سطح بالا میکنی؟ این خطا قابل چشم‌پوشی نیست. نه قربان، بدون اجازه شما هرگز. بس با اجازه کی همچین کاری با اکبر ملک کردین؟ قربان، اون معذرت میخوام، منو ببخشین قربان. دستور میدم خیلی سریع به موضوع رسیدگی کنید. فردا ساعت 9 صبح به من گزارش میدید. رأس ساعت 9. بله قربان. خانو بفرست داخل فوری. بله قربان. سی و 2 ساعت قبل از بمباران بدلی. داداش اکبر، این بازی رو برنده شدی. اسحاق آفریدی منو مثل پسر خودش میدونه. اون وقت من داداش بهتره یه چیزی خوب تو مغزت فرو کنی
که تو اکبر ملک نیستی، رومئو علی هستی. آره، خدا نکنه که یه وقت دوستات و خانوادت رو فراموش کنی، اون وقت بیچاره میشی. همینجا نگه دار. بفرمایید. داداش چرا همه مغازه بستن؟ اگه شما خبر رو نشنیدی. ساعت 2 بامداد امروز 2 نفر کشته شدن. ژنرال جهانگیر در اثر یک انفجار در دفتر ارتش کشته شده و همراه یکی از دوستان نزدیک ایشون هم به قتل رسیده. هنوز مشخص نیست که هدف از انجام این کار چی بوده. فعلا اسم اکبر ملک به عنوان مسئول حمله اعلام شده، کسی که برای هندوستان جاسوسی میکنه. اشهد ان لا محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول گیر افتادی اکبر ملک. عادل. بله؟ همه جا رو بگرد. بیرون بیرون. اینجا نیست قربان، انگار فرار کرده. چی؟ مطمئنم همینجاست. عوضی اکبر ملک، تا کی میخوای در بری؟
رئیس سازمان جاسوسی پاکستان ژنرال قاضی علی رئیس ارتش پاکستان اعلام شده. ایشون دستور دادن که تحت هر شرایطی باید اکبر ملک رو زنده دستگیر کنن. داداش اکبر، اینجایی؟ شما نباید اینجا باشی. قبل از اینکه کسی از این موضوع خبردار بشه باید از مرز رد بشی و بری کشور خودت. تمام راههای بیرون بسته شده. رد شدن از مرز تقریبا ناممکنه. برای حفاظت از جونته. خدا نکنه که مجبور بشی ازش استفاده کنی. خدا نکنه یه وقت دوستاتو خانوادتو فراموش کنی، اون وقت بیچاره میشی. بیست و 24 ساعت قبل از بمباران بدلیپور. اکبر ملک،
آقا تلفنتون وصل شده. بررسی کردی؟ قربان، از یه مغازه نزدیک دریا تماس داریم برای دهلیه. خونه رئیس سازمان جاسوسی. اینو بگیر. اطلاعات تماس رو برای دستگاه ضبط ارسال کن. بله قربان. عظیم بیایید. Bye, Dad. الو اکبر، شنیدن صدام چه حالی داره؟ از شنیدن صدات خوشحالم. اتفاقی دیشب برای من افتاد. اون روش اظهار خوشحالیته؟ من نه، همچین کاری تصمیم یه نفر دیگه بوده. هر حال با حرف زدن راجع به گذشته دردی دوا نمیشه. سوال راجع به امروزه و آینده کشور. با من چی؟ که همه این کار رو برای کشورم کردم؟ آقا زود باشید، طوفان شروع شده. اکبر، هر جایی که نزدیک ساحل و دریاست ممکنه دچار همچین طوفانی بشه. اگه شدت طوفان زیاد بشه، مردم کارشون، خونه و زندگی، همه چیزشونو باید پشت سر بذارن و از اونجا برن. باید اونجا رو کاملا خالی کنن. چی؟ داری سعی میکنی چی به من بگی؟ تو طوفانی که وسطش گیر افتادی کسی نمیتونه کمکت کنه. از اینجایی که من دارم میبینم خودت باید یه کاری بکنی. حالا تو برای من مثل یه پاکستانی هستی، حتی خطرناکتر. ممکنه چیزی تو حسینت باشه، دقیقاً مثل جوکر. تو این شرایط تو برای من مثل یه غریبه‌ای. من کار خودم انجام میدم، تو هم کار خودت انجام میدی. آموزشت کی تموم میشه؟ گفتنش سخته مامان، کار اینطوریه دیگه. انشالله به زودی میام.
13 ساعت قبل از حمله به بدلیپور. شرادا شرما؟ بله. شما بازداشتید. چی؟ بفرمایید با ما بیایید. صلاح الدین احمد، امام جماعت مسجد بلند و سردسته شبکه ارتباطی هند. با گرفتن جوکر کار اطلاعات هند در پاکستان تمومه. پیش خودت چی فکر کردی؟ یه سری جزئیات به همون میدی و ما حرفتو قبول میکنیم؟ البته که نه، ولی به هم این شانس بدید تا بتونید به هم اعتماد کنید. یه موقعیت تا به هندوستان این درس بدم تا دیگه جرأت نکنن کاری که با این مسلمان هندی کردن و این بار با یه اکبر ملک یا روم و علی دیگه انجام بدن. بگو ببینم چی میخوای بگی؟ خودم میخوام عملیات بدلیپور رو انجام بدم. تو الان عقلت سر جاشه؟ آره؟ متوجه هستی که این عملیات چقدر مهمه؟ کاملا. من اهمیت و جزئیات این عملیات رو به خوبی میدونم. تمام مهمات این عملیات یا در اختیار منه یا آقای آفریدی. بهت فرصت میدم. قربان شروع کنید. آماده انجام عملیات بشید. وقت زیادی نداریم. ممنونم قربان. قربان این تا دیروز جاسوس هند بود. به خاطر همین با وجود کارایی که کرده باید بگم این امتحان آخر لازمه. ولی ریسکش خیلی زیاده. تو هم تو اون هواپیمایی. اگه اون کنار کشید تو کنار نمیکشی و مأموریت رو کامل میکنی. بله قربان. चीफ रोमियो स्टर्न, हमारा स्पाइन नेटवर्क ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, यहां तक कि आपके स्पाइन नेटवर्क का हेड जोकर इज डेड. श्रद्धा, she has been arrested. Connect me to the Indian High Commissioner in Karachi, urgent. خانوم؟ پایگاه هوایی عبدالآباد، پاکستان شرقی. دو ساعت قبل از بمباران بدلیپور.
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 پرتاب. روزتون بخیر خانم. کلکته. بدلیپور منفجر شده. شب 19 نوامبر ساعت 5:40 بامداد نیروی هوایی پاکستان به پایگاه هوایی پتانکوت حمله کرد و بلافاصله به 10 پایگاه هوایی دیگر هندوستان نیز حمله شد. هندوستان برای این حملات آماده بود و سریعاً جواب حملات پاکستان را داد. در آن شب ایندیرا گاندی گفت که باید جواب این حملات داده شود و سرانجام بین هند و پاکستان جنگی تمام عیار آغاز شد. در 17 دسامبر 1971 ارتش پاکستان شکست را قبول کرد، تسلیحات خود را زمین گذاشت و سند تسلیم را امضا نمود. به این شکل بود که در نقشه جهان کشوری جدید ظاهر شد به نام بنگلادش. رئیس جمهور پاکستان ژنرال قاضی و معاون ارشد نواب آفریدی تنها 3 روز تا کناره‌گیری فرصت دارن. به این ترتیب اقدامات مربوط به انتقال قدرت انجام میشه و یک حکومت جدید در پاکستان ظاهر میشه. در ادامه اخبار در بازی انگلیس و پاکستان. رئیس چه فایده‌ای داره تعقیبش کنیم؟ 10 سال گذشته. شما قراره بازنشسته شین. این برای فایدهش نیست، از روی عادته. بازنشسته شدن از کاری که داری خیلی خوبه، ولی بازنشستگی فکری خیلی مشکله. میشه صورت حساب منو بدین؟ ممنون. این همه عجلتون برای چیه؟ اسکاچ؟ بررسی کنید که امنیت اینجا مشکلی نداشته باشه. 2 از دوستای خاص من از سرزمینمون اومدن. قربان میخوایم بیرونشون کنم؟ امیدوارم مسئله‌ای نداشته باشین. لطف بزرگی به من کردید. بفرمایید. امروز بهترین فرصته که تشکر کنم. الان دیگه تبدیل به یه آدم خاص شدم. ارزش خون و جایگاهمو به این فهموندید. در واقع برای اینکه من یه واقعی زندگی رو بهم گفتید. ازتون خیلی ممنونم. ممنون که این همه کار کردید. آقای شریکات رای، مرد غریزه. غریزه شما در چه حاله؟ هنوز بهش ایمان دارم.
پس باید به این افتخار کنید. آقای آواسی؟ همه چیز مرتبه؟ چند روز مونده تا ترفیع بگیرید. جوانترین رئیس سازمان جاسوسی. موفق باشید آقایون، مخصوصا شما. رئیس، این احمق داشت چیکار میکرد؟ ترفیع من هنوز رسما اعلام نشده. فقط 2 نفر از افرادمون از این موضوع خبر دارن. این چطوری فهمیده؟ جادو. یه جادوگر بزرگی گفته جادو چیزی نیست جز هنر حواس پرتی. تمام حواس مردم به اون چیزی که در کلکته نوامبر 1971. منم از همین ترفند استفاده کردم و به آرومی کار خودم انجام دادم. تا 12 ساعت دیگه بارون و طوفان بدلیپور 18 نوامبر 1971 24 ساعت قبل از بمباران. همه باید وسایلتون رو جمع کنید. هر چه سریعتر بدلیپور رو تخلیه کنید. حتی تا کیلومترها دورترم خبری از بارندگی نبود. فصل خشک اون منطقه رسیده بود. بله، والتر خان همون جوکره که تا الان فقط من و خانوم ازش خبر داشتیم و حالا رئیس جدید. یه سرزمین مادریه. اون هر دو مادرش از دست داد. کراچی، پاکستان. دفتر سرگرد والتر خان. ارائه شده توسط وبسایت دیبا موویز. آدم هایی هستن که ما نه اسمشونو میدونیم و نه میشناسیمشون. این افراد تمام زندگیشونو وقف وطن خودشون کردن. اونا میدونن در این سفر نه به شهرت میرسن و نه به آرامش. این افراد حتی بعد از مرگشون هم تکه‌ای از خاک خودشون نصیبشون نمیشه. این داستان
برای سپاس از اون هندوستانی های قهرمانه. زنده باد هند، زنده باد سرزمین مادری. Sasya Shyamala